سلطان قلبم. والدم، دخترم. خدا رو شکر، از ترس اینکه بلایی سرت اومده باشه مردم و زنده شدم. خیلی نگرانت شدم. چه جورم، خیلی دلمون تنگ شد برات عزیزم. خیلی دلمون برات تنگ شده بود. قربونت برم. تو خوبه که برگشتی. منم دلم براتون تنگ شده بود. صالح، خوش اومدی. خوب شد که اومدی، خیلی نگرانت بودم. ممنونم. آقا خیرالدین، دنبالتون میگشتم. بفرما سلطانم. چی کار کردین؟ نامه رو ترجمه کردین؟ نه متاسفانه سلطانم، به ترجمه پرونده ها رسیدگی میکردم. متاسفانه وقت نکردم، ولی تو اولین فرصت ترجمه میکنم و میارم براتون. مگه من به شما نگفتم ضروریه؟ هرچی زودتر باید بفهمم اون تو چی نوشته. خواهش میکنم عجله کنید. البته سلطانم، معذرت میخوام. فردا صبح اولین کارم ترجمه نامه است، براتون میارم. تا فردا صبح منتظر میمونم. سرورم، فتح اطراف سور دیده شده. پس با پای خودش داره میاد ها؟ تو کل پایتخت دارن میگردن. معلومه که موردی پیش اومده که مجبور شده برگرده. یه گروه دیگه بفرست. اگه لازم باشه همه خونه ها رو میگردیم. حتما زنده دستگیر بشه. اطاعت. سرورم، امروز قرار بود زمین اسلحه خونه رو با مهندس بازدید کنید. یادمه پاشا. به معلم خبر بدین اونم با من بیاد. چشم سرورم. موضوع دیگه هم هست؟ سرورم، یه موضوع دیگه هم هست. آقا خالد میخوان ملاقاتتون کنن. اصلا نیازی نیست. منتظر نمونه. چشم سرورم. نامیک پاشا، عرض منو به خدمت پادشاه رسوندی؟ گفتم آقا خالد. پادشاه گفتن نیازی به ملاقات نیست. پاشا، اطراف سور و وجب به وجب گشتیم ولی چیزی پیدا نکردیم. همه جا را بگردین. دستور پادشاهه. تا اون آدم رو پیدا نکردین به قصد بر نگردین. نامیک پاشا، دنبال کی میگردین؟ مگه نشنیدی آقا خالد؟ دنبال فتحن. آقا فتح مگه نمرده؟ کی گفته مرده؟ حتما یه چیزی میدونی. ای کاش خیلی وقته که پیداش نیست. من فکر کردم مرده. دیدن که از راه سور وارد استانبول شده. با اینکه میدونه همه جا دنبالشن، اگه برگشته یعنی موضوع مهمی است. به زودی دستگیر میشه. وقتی دستگیرش کردیم دست همه کسایی که توی این ماجرا بودن یکی یکی رو میشه. انشالله. روزتون بخیر. روز شما هم بخیر. آقا خالد خیلی گرفته به نظر میاد. نتونسته پادشاهو ببینه، ناراحت شده. به خاطر اینه یا دلیل دیگه ای داره. معماست موسی. به چیزی شک کرده پاشا؟ شک کردم، ولی نمیخوام زود قضاوت کنم. موسی، من نمیتونم بیام بازدید زمین اسلحه خونه. یه کار مهم دارم.
درست نامه. تو هم حواس پرت شدی دیگه آقا خیرالدین. معلم اونجا چی کار میکنی؟ راستش از آقا خیرالدین یه سوالی داشتم. ول کن سوالو، همه جا دنبال تو میگردیم. پادشاه دستور دادن همراه مهندس میرید بازدید. حالا که چی؟ بیریم ویلای سلطان اسما. سریع کالسکم آماده کنید، سریع. بعدش من از کالسکه پیاده شدم و به سمت جنگل دویدم. دور و برم پر از راهزن و عروسل بود. یه قیافه های خطرناکی داشتن. خیلی بده. وایستاده بودم داشتم دعای آخرم رو میخوندم که جوان مرد رسید. اینجوری شمشیرشو کشید، همشونو با یه ضربه زد. مثل قصه. واقعا همینطوره. والا دعای خیر کسی پشتت بوده. خب بعدش چی شد؟ بقیه‌ش هم معلومه دیگه داشتم برمیگشتم که تو را یکی دیگه به هم حمله کرد. تنها بودم، هیچ کس اطرافم نبود. اونجا هم جوانمرد نجاتت داد؟ آره. معلومه مرد شجاعیه. زنده با جوانمرد. میبینم که فقط از جوانمرد تعریف میکنین. فکر میکنید خواهرتون داشت گلابی جمع میکرد؟ من اگه نبودم، تو نبودی هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد آبجی. حق با چی توه. فکر کردی؟ راست میگه، اون وقت نبودی که بدزدنه. علیک السلام. حبیب چی شد؟ منتظر کسی دیگه ای بودی؟ آقا اینجا چی کار میکنید؟ نتونستم دوری تو تحمل کنم، برگشتم حبیب. ول کن این مسخره بازی رو. آدمای پادشاه همه جا دنبال تو میگردن. واسه چی برگشتی؟ بگو ببینم. طولانیه. هم خیانت کردن حبیب. دیگه تو این دنیا جز تو کسی برام نمونده که بهش تکیه کنم. خب من به کی اعتماد کنم؟ ها؟ موسی که چشم ازم بر نمیداره. تو حالا به من کمک کن، بقیه‌شو حل میکنیم. پادشاه آماده است، باید از این غذایا بخور، بخواب، بگرد. نه آقا، نه نمیتونم. این دفعه معذورم، چشم همه رومه. ترس فایده‌ای برای مرگ نداره حبیب. همه ما بالاخره یه روز میمیریم. مهم اینه که سینتو بدی جلو رو به روی اسرائیل. میفهمی چی میگم؟ چیزی که ازت میخوام ساده است. واسم سریع باید اسلحه پیدا کنی. اسلحه رو بیار، پاداشو تو بگیر. چطور ممکنه اون زنده باشه؟ با دستای خودم کشتمش. افت جون داره این آدم. منتظر چی هستی کالسکه چی؟ عجله داریم، یالا. راه بسته است آقا خالد. فکر کنم مشکلی پیش اومده.
چه خبره اینجا؟ چرا کالسکه رو نمیکشی کنار؟ داریم جمع میکنیم آقا، داریم جمع میکنیم. تموم شده الان. لفتش ندین، زود باشین. لعنتی فهمید. برو قصر. توی کارایی داری میکنی آقا خالد، اما به زودی معلوم میشه. از رفتم به ویلای سلطان اسما منصرف شدم. برمیگردیم امارات. آقا خالد راه الان باز میشه. گفتم مطمئنی؟ برمیگردیم امارات. اطاعت میشه. اسلحه خونه جدید توی اون زمین تأسیس میشه، به امید خدا. واقعا فوق‌العاده است. این تپه هم فقط انبار باروت میشه. فکر کنم ریختگری یادتون رفت سرورم. برعکس، برای ریختگری دنبال یه جای بزرگتر بودم. برای همین تصمیم دارم اونو تو همین ملکی که توش هستیم بنا کنم. اون وقت با وجود این شرایط به افراد بیشتری نیاز خواهم داشت سرورم. صدراعظم پاشا، شنیدی؟ شنیدم سرورم. سری رسیدگی میکنم. عالیه. حالا درباره جزئیات صحبت کنیم. آنا پترونا، میبینم که پادشاه یه لحظه هم از تو جدا نمیشه. ولی یه مسئله مهمی هست. برای بابام یه نامه نوشتم و اون رسید دست آقا خیرالدین. تو نامه همه چی اعتراف کردم. این که مخبر شدم و شما بودید که تهدید و مجبورم به این کار کردید. عقل تو از دست دادی؟ چطور میتونی همچین نامه ای رو بنویسی؟ هدف دیگه ای به جز حفاظت از بابام نداشتم. دیگه هیچ کدوم اهمیتی نداره. اگه آقا خیرالدین اون نامه رو بخونه نمیخونه. هرگز، به خاطر من هرگز به کسی. آنا پترونا، لبخند بزنین، لبخند بزنید. پادشاه داره ما رو نگاه میکنه. حلش میکنم. ولی اگه یه بار دیگه همچین نامه ای بنویسی برات بد میشه. صالح، خوش اومدی. نمیدونی چقدر از دیدنت خوشحالم. وقتی شنیدم چه بلایی سرت اومده داغون شدم. مشخصه. ناراحتیتون از وقتی بد رقم میکردین معلوم بود. دستمالتون از اشک خیس شده بود. آها، هرچند شما بین بدرقه کننده نبودین اصلا سلطانم. من اومدم، یعنی داشتم می اومدم، اما تو اون مدت که اون بلاها سرم اومد کلی وقت داشتم که فکر کنم. مواظب باشید سلطانم. دیگه این صالحه اون صالحه قبلی نیست. آدرس آقا خیرالدین. اون نامه نباید اونجا بمونه. اطاعت میشه. سرورم، دستور داده بودید بیام. بیا تو آنا. صالحه میخواد یه چیزی بهت بگه. من به خاطر کاری که کردم خیلی متاسفم. لطفاً منو ببخشید. همین که سالم و سلامت برگشتی پیشمون کافیه. بقیهش مهم نیست. با اجازهتون سرورم. کاش به صالح فشار نمی آوردید. این همه بلا سرش اومده. میگن یه مصیبت از 1000 تا نصیحت بهتره. اون خودش خواست صدات کنم. پس بالاخره اعلام صلح کرده. تو یه مشکلی داری. چشمات اینو بهم میگه. صحبت کردنت با سفیر دیمیتری توجهمو جلب کرد. راجب بابام حرف میزدیم.
ازش پرسیدم حالش چطوره. خدا رو شکر حالش خوبه. البته فعلا. چرا خودت نمیری ببینیش؟ حسرت با کلمه ها قابل بیان نیست. واقعا سرورم؟ البته هر وقت خواستی پدرت هم میتونه بیاد تو رو ببینه. تو لیاقتتو خیلی وقت ثابت کردی. در واقع بزرگترین کار برای غلبه بر ضعف، همونطور که صحبت کردیم، تلاش مستمره. بزرگترین چیز برای پیشرفتتون تو ریاضی و درس، چشمهای بیدار و آرنج پوسیده است. حالا که ذهنمون رو به اندازه کافی سیر کردیم، الان نوبت شکنمونه. خب راز دلهای جوون چیه؟ شاد باش و عاشق، بقیه‌اش هیچه. کار عشق فقط برای دلای جوونه. کسی که کارش عاشق بودنه دلش پیر نمیشه سرورم. این کلمه مال فونتینه. نه برعکس، این کلمه منه. هر روز آدمو شگفت زده میکنی. خیلی وقته که بهت افتخار میکنم. تو وظایفتو به خوبی انجام میدی. استغفرالله سرورم، من لایق این همه توجه و تعریف شما نیستم. تواضع یه چیزه، شکست نفسی هم یه چیز دیگه. تو متوجه نوری که به اطراف پخش میکنی نیستی. امیدوارم نظرتون راجع به من عوض نشه سرورم. همه حرفایی که بینمون رد و بدل شد گفتم. بعد از این نمیدونم با نامیک پاشا چطور باید رفتار کنم. اصلا چجوری میشه؟ فکرم درگیره، همش شک و تردید. به نظر من فکر درگیر نیست، جسارتت کمه گلفدان. خب وقتی هم اصول رو نمیدونی ترجیح میدی بشینی و گریه کنی. همینطوره. داروی این بی جسارتی چیه؟ لطفاً یه راهی نشونم بده صالحه. حالا که نمیتونی بری پیشش رو سخت دیگه حرف بزنی، اون وقت باید نامه بنویسی. نامه؟ آره نامه. قشنگ حرف دلتون بهش میزنی، بعدش میری قایمک تو اتاقش میزنی. آره، چرا زودتر اینا به فکرم نرسید؟ فکر میکنی از من نامه بگیره تعجب کنه؟ به نظر من هم تعجب میکنه هم خوشحال میشه. یاسو، ببخشید قربان مزاحم شدم ولی یه جعبه براتون اومده. نمیدونی کی آورددش؟ نه متاسفانه، کسی که آورد تو حال خودش نبود. به محض اینکه جعبه رو گذاشت غیبش زد. میتونی بری. بینم نگران. معلومه که آتیش قلبتون خاموش نشده. برای اینکه نسوزی بریز و خاموشش کن.
منم. بیا حبیب بیا. اسلحه را آوردی؟ تونستم اینا رو پیدا کنم. شیرمردی. باور کن اوضاع خرابه. نه شیر بودن به درد میخوره نه ببر بودن. فتاح، فقط اینو بگم این کاری که کردم یادت باشه. اگه یه وقت دستگیر شدی اسم منو فراموش کن. دستگیر نمیشم حبیب، دستگیر نمیشم. اینو از مغزت بیرون کن. مرسی. تو کاری که باید میکردی و کردی. حالا نوبت منه. یه بازی میکنم باشون که واسه همه عبرت بشه و درس بگیرن. اینجوری نگاه نکن، محض احتیاطه. تو نمیدونی که این فتاح چه دیوانه ایه. تو اگه 7 جون داری منم بلدم چطوری تک تک اون 7 جون رو بگیرم. حالا میبینی. بچرخ تا بچرخیم. نشونت میدم آقا فتاح. واقعا بابت همه چی ممنونم سرورم. محبتاتون بیش از اندازه منو شرمنده کرد. تواضع یه چیزه، شکست نفسی هم یه چیزه دیگه. ممنونم سرورم. اون آقا فتاح نیست؟ آره واقعا خودشه. من فکر میکردم مرده. خدا رو شکر. فکر میکردم راه افتادین. میخواستم که قبل رفتن پادشاهو ببینم و از مهمون نوازیشون تشکر کنم. بله البته درستش هم همینه. آنا میدونم که از دیدن من خوشحال نشدی، اما اومدنم برای تو خوب شد. ببخشید، اما چطور؟ گاهی برای اینکه بهتر متوجه احساساتمون بشیم نیازه که کمی حسادت کنیم. شاید الان دیگه بتونید پیش خودتون اعتراف کنید که پادشاهو واقعا دوست دارید و براتون با ارزشه. شما راجع به احساساتم اشتباه متوجه شدید. به نظر من که باید خودتون رو قانع کنید، نه منو. خدا نگهدار آنا. بعد داشتیم با جوانمرد می اومدیم، یهو یه کالسکه پر از سیب از کنارمون رد شد. رفت جلوی کالسکه خوابید. گفت یا ما رو با خودت میبری یا از روی جنازم رد میشی. خوشحاله. الان داد میزنم میگم آتیش سوزی شده. چه جوانمردیه که هرچی میگی تموم نمیشه؟ وای دیوونه، مگه چی دارم میگم؟ به جوانمرد چه ربطی داره؟ من دارم بلاهایی که سرم اومده رو برات تعریف میکنم. حکمتش چیه که آخر همه حرفات به اون میرسه؟ باشه پس دیگه تعریف نمیکنم. اگه میخوای یه نامه هم واسه اون بنویسم. دردمون یکیه به هر حال. چی داری میگی تو؟ وایسا ببینم. شوخی کردم، جدی نگیر. تو اونو لایق من میبینی؟ یه سرباز ینیچری معمولی. تازه دیگه کجا میخوام ببینمش؟ تو گذشته مون تموم شد و رفت. اسمت جوانمرد بود نه؟ درسته آقا. دستور پادشاهه. به خاطر کاری که در حق سلطان صالح کردی پادشاه میخواد نزدیکش باشی. باعث افتخار منه. ولی فعلا به وظایفی که داری ادامه میدی. به وقتش ما تو رو پیدات میکنیم. شک نکنید. هر وظیفه‌ای که به محول شه، هر کاری از دستم برمیاد انجام میدم. خوبه. به نظر میرسه پسر شجاعی هستی. آیندت روشنه. بهت برای اولین و آخرین بار میگم، اگه دنبال موقعیت و مقام بری آخرش تباهیه. تو وظیفت رو درست انجام بده.
مقام خودش به سراغت میاد. نصیحتتون آویزه گوشم میکنم جناب. برای اینکه رو سفیدتون کنم از جون و دل مایه میذارم. سرورم جای فتوها پیدا کردیم. 2 ینیچری توی باغ دیدنش. خب بعدش؟ موسی به همراه محافظا رفتن دنبالش. نالیه سریع دستور بده، اون نامردو زنده میخوام. اطاعت میشه سرورم. تو با من بیا، بقیه از پشت وارد شن. تسلیم شو وزیر. کسی اینجا نیست. دیر کردیم. یعنی چی آقا فتاح زنده است آقا خالد؟ تو که گفتی کشتیش. چی شد پس گفتی انداختیش تو دریا؟ سلطانم با چشمای خودم دیدم ولی نمرده. خب یه حساب کوچیک داشتیم، حالا اومدم اینجا تا با هم تصفیه کنیم. سلطانم. آقا خیرالدین، نامه رو ترجمه کردین؟ ترجمه کردم سلطانم. باید اعتراف کنم که با خوندن نامه حیرت زده شدم. بفرمایید سلطانم. برقرار باشید. مرسی سلطانم. هوا خیلی گرم شده. لطفاً اینو بدیم به من. اینقدر میترسی که بخونمش؟ اون مال منه. چی اینقدر نگرانت کرده خانم؟ گفتم فوراً بدینش به من. اینجا چه خبره؟